وطن آباد و خواهیم کرد دو در دنیا چمنواری، یکایک می کنیم با هم وطن را پاک و گلکاری. شاروالی کندوز در حال اعمار یک هتل بزرگ است که ظرفیت پذیرایی حدود 2000 نفر در یک زمان را دارد و این پروژه تا اکنون 95% پیشرفت کاری داشته است. این هتل نخستین هتل بزرگ است که در ناحیه اول شهر کندوز به منظور برگزاری محافل عمومی اعمار می‌گردد. برای ساخت این هتل 106 میلیون افغانی هزینه گردیده است که از بودجه داخلی شاروالی پرداخت و توسط سکتور خصوصی اعمار می‌گردد. این هتل در مساحت 2.5 جرب زمین به شکل عصری و مجهز ساخته می شود که دارای 2 سالن کلان بوده. در یک وقت تقریبا 12 الی 13 نفر گنجایش داره. همچنان 2 سالن وی آی پی است. همه روزه به تعداد 80 الی 100 نفر امروزه مصروف کار است داخل پروژه. ان شاء الله حدود 4 ماه تکمیل میشه. باشندگان شهر کندوز با ابراز رضایت از ساخت این هتل فعالیت‌های شاروالی را قابل قدر دانسته و آن را یک گام مهم در توسعه شهری می‌دانند. خوب است که بخش شاروالی قد پیشرفت در ولایت کندوز میشه. زیادتر جوان وطن بیکار است، از مهاجرت به خارج که به وطن کار کنه بهتر است. بسیار زیاد تشکری میکنیم که از شاروالی که این رقم هتل جور کرده و زمینه کار براش مساعد کرده. قابل ذکر است که شاروالی کندوز در حال حاضر چندین پروژه ساختمانی کوچک و بزرگ دیگر را نیز روی دست دارد که با تطبیق آنها زمینه کار برای صدها تن از باشندگان شهر کندوز فراهم می‌گردد. یکایک می کنیم با هم وطن را پاک و گلکاری. نیازی که